یه چیز میام برد کارم نیست نمیگم بله مال عروسه با هر حدی نپری. رفقا چطورید؟ توی جلسه قبلی تکچرخ زدم بهتون گفتم که 3 تا موضوع مهم: میزان گاز مناسب، نوع رها کردن کلاچ و از همه چی مهمتر پارو ترمز بودن توی تکچرخ اهمیت داره. امروز توی جلسه دوم قراره یه مقدار تکچرخمون رو مسافتی تر کنیم. هنوز قرار نیست روی دنده دادن توی تکچرخ کار کنیم، ولی امروز میخوایم با دنده 2 نوع بدن زدن، رها کردن کلاچ و میزان گاز مناسب دنده 2 رو بهتون بگم. امکان برگشتن توی این مورد خیلی بالاتر از مورد اوله. بسم الله، از الان حواستون باشه دیگه. دنبیا رو سفارش بدید که وقتشه. بچه‌ها حالا با دنده 2 دقت کنید به بدن زدن که توی قسمت قبل گفتم چیه. اینجا بهتون بیشتر میگم. نوع گاز دادن که طبیعتا برای دنده 2 باید بیشتر باشه و نوع کلاچ ول کردن. یه مقدار موتور وحشیانه تر باید بیاد بالا و شما باید بیشتر زور بزنید، اما همچنان میگم پاتون روی ترمز باشه. اگر روی ترمز نباشه همونجور که وحشی بلند میشه همونجور هم وحشی برمیگرده. بچه‌ها من چند تا براتون الان تکچرخ میزنم. قبل اینکه بخوام براتون توضیح بدم دقت کنید به نوع گاز، صدای گاز، میزان گاز. باید بهتون بگم که این میزان گاز توی هر موتوری با هر توانی و هر کلاس موتوری متفاوته. ممکنه شما با دو یه موتور قوی‌تر نیاز نباشه انقدر زور بزنی، ولی خب این موتور تریله، نیاز داره که یه مقدار بیشتر زور بزنیم بالا برای کشیدنش. بیشتر گاز دادن و کلاچ رو رها کردن یهویی. حالا بریم بدن زدنش رو بهتون نشون بدم که توی این کلاس بدن زدنش چجوریه. ببینید منظورم از این کلاس صرفا این نیست که حالا تریل و این داستانا، خب ما تریل قوی تر از این هم زیاد داریم، ولی کلا توی این موتور و این حالت از تریلایی که داخل کشور است تا 250 سی سی مجبورید شما از این تکنیک بدن زدن بیشتر استفاده کنید. ببینید بچه‌ها، وقتی بهتون میگم بدن زدن یعنی اینکه موتورمو رو به جلو یه ترمز بزنم. جلسه قبلا بهتون گفتم ترمز عقب جلوش حالا خیلی دخلی برای آدمایی که مقدار تکچرخ زدن نداره. حالا شما ترمز جلو رو بزن که موتور بخوابه، به محض خوابیدن همزمان باهاش بدن میزنم و میکشم توی همه حالت‌ها، یعنی توی 2 3 هر ترمزی. دقت کن به این بدن زدن. من دارم راه میرم، ترمز، بدن، موتورم میاد بالا. حالا توی دنده های سبکتر مثل 2 حالا 3 که این پدرش در میاد بخوای بیاریش بالا، باید یه مقدار این بدن زدنه سنگین‌تر و محکم‌تر و قدرتی‌تر باشه. به خاطر همین میگم موتور سواری نیاز به آمادگی جسمانی خوب داره. حالا توی دنده 2 بهم نگاه کن میزان بدن زدنم توی این موتور چقدره. داشتم میگفتم. پس بچه‌ها الان دقت کنید به صدای موتور که یه مقدار گازم بیشتره و دقت کنید کلاچ رها کردنم هم خیلی وحشیانه تره، یا به اصطلاح اگریسیو تره. نباید خیلی نرم بلند کنید و مثل سری قبل که توی ویدیو قبلی گفتم نباید خیلی ریلکس باشه، چون این موتور نوع توانش و نوع کلاسش جوری نیست که شما راحت بتونی بیاریش با 2 بالا. بچه‌ها دقت کنید پله به پله. این خوابونم میکشو و من جایی نشیم من همونطورم. یه نکته دیگه ای رو باید بهتون بگم، اونم توانایی فنی موتور و حالا میزون بودن بحث
کلاچ و صفحه کلاچ و تنظیم بودن اهرم کلاچتونه که اونم اهمیت خیلی زیادی داره. نباید خیلی دیر رها کنه یا خیلی زود بخواد کلاچت رها کنه. و اینکه میزان دیسک و صفحه خیلی اهمیت داره برای این کار. همچین موتورهای سنگینی اگه شما یه تایمی بخوای اینجوری باش تکچرخ بزنی با دنده 2 3 حالا هر چی، زود صفحه‌اش ضعیف میشه، چون هم وزن زیاده، چون عملا برای این کارم ساخته نشده. پس مورد فنی هر موتور هم خیلی اهمیت داره. بچه‌ها این بدن زدن صرفاً کمک رو به پایین فشار دادن و بالا کشیدن نیست. یعنی شما همزمان که کمکتو میزنی در یک لحظه موقع بالا اومدن از زور دستت استفاده میکنی، نیم کلاجت انجام میشه، گازت به یک میزان زیادتری نسبت به دنده 1 اعمال میشه، جای نشستنت برای تکچرخ خیلی اهمیت داره توی دنده های بالاتر. نمیتونی زمانی که حالت نرمال دنده 1 تکچرخ زدن نشستی 2 یا 3 رو بیاری بالاتر، چون اجازه بهت نمیده. وقتی تو میخوای بدن بزنی بکشی، همون جریان سینه تو کیلومتر قسمت اول بدن من جلو باشه اجازه نمیده سر موتورم بیاد بالا. طبیعتا زمانی که دارم بدن میزنم یک مقدارم باید رو به عقب بشینم. وقتی که اومد بالا روی تکچرخ درست میکنم جای نشیمنمو. ولی پس برای بلند کردنش یه بار دیگه بهتون نشون میدم توی موتورهایی که به نسبت ضعیف‌ترن شما مجبوری از باستنت هم استفاده کنی، یعنی خودتو بکشی عقب بعد دستت بیاد بالا. زمانی هم که اومد بالا استیبل شد میتونی جاتو درست کنی. آقا میخوام براش چالش بذارم. هستم با دنده 2 با موتور اول آقا ببینم این چیزایی که میگه توضیحات میگه رو موتور منم جواب بده. آقا موتور من بزنم. عجب چالنجی. محمد یه چالش برام گذاشته، میگه که با دنده 2 این نیسان وانته بزنم. بعضی از موتورها که وزن زیادی دارن خب طبیعتا توان بالاتری نیاز دارن. تنره نیست مثلا با 4 مو بیاریمش بالا، ولی حالا امتحانی میکنم تا متوجه شید که وزن و توان چقدر توی دنده های بالا تاثیر داره. اینجور موتورها رو بیشتر ما باید با دنده 1 بلند کنیم، توی تکچرخ زمانی که استیبل شد 2 یا 3 کنیم که بخوایم مسافت بزنیم. حالا یه امتحان بکنیم، ضرر نداره. آجی این با یکم سخته، چیه این تریلی؟ میاد بالا انگار مثلا یه دونه افاش 500 بلند کرد. آقا این نیسان وانت با بارم انقدر سنگین نیست. البته این پروژه بعدیه که میخوام ویدیو سوم بهتون بگم چطور با 1 بزنید و تو مسیر 2 3 کنید. بچه‌ها یه جمع‌بندی کنم براتون این موضوع رو. ببینید پس اصلی که مورد نیاز ما بود توانایی موتورمون برای تکچرخ زدن با دنده های سبکتر بود. اگر موتورمون اون توانو نداره باید با دنده 1 بلند کنیم و توی مسیر 2 3 کنیم. تو این ویدیو من دنده عوض نکردم که ذهنتون نره سمت این موضوع. ویدیوهای بعدی رو سعی می‌کنم همین باشه که چطوری بتونید دندتون رو روی تکچرخ عوض کنید. توی این ویدیو بیشتر تمام تمرکزم روی این بود که شما متوجه بحث بدن زدن شید. این تریلای 225 سی چینی که تو بازاره خیلی نیازمنده بدن زدن و آمادگی جسمانی و کلا آمادگی بدنی بالاتری نسبت به حال موتورهای قوی‌تر. شما مجبوری بیشتر زور بزنی، بیشتر از صفحه کلاچت استفاده کنی، بیشتر گاز بدی و طبیعتا زمانی که انقدر اگریسیو میاد بالا نیازمند کنترل بهتری هم هست. پس همچنان مثل ویدیوی اول بهتون میگم پا روی ترمز به هیچ وجه ممکن نباید برداشته شه، مخصوصا توی مسافت و دورهای بالا که توی همین ویدیو دیدید دنده 2 من میاد بالا، عملا در حال برگشتن میاد بالا، هیچ ترمز انجینی وجود نداره. پس پا روی ترمزمون همچنان توی اولویتتون باشه. و بازم اگر نظر منو میخواید برگردید توی ویدیوی اول، سعی کنید تکچرخ رو تعادلی یاد بگیرید. مسافت زدن کار به نسبت راحت‌تریه زمانی که شما تعادل موتورتو بتونید رعایت کنید. پس بچه‌ها تکچرخ فقط تمرین
نه تک‌چرخ، هر اسکیل و مهارت دیگه نیازمند سالها تمرین کردنه تا بتونید بهترین حالتش رو نمایش بدید. رفقا فقط هر جور که میتونید از ویدیو حمایت کنید، با سابسکرایب، با لایک کردن یا فرستادن برای دوستاتون. دمتون هم گرم، در امان باشید. حتما توی کمترین حالت کلاه ایمنی رو بذارید سرتون.